سلام عرض میکنم خدمت همه بچه های عضو کانال و یا اینکه کسایی که از یوتیوب دارن ویدیو رو نگاه میکنن. الان اینجا ساعت 3 نصف شبه. میخواستم که اعلام بکنم که این یک ویدیو برای قسمت جدید، یعنی سری دوم از سری ویدیوهای آموزشی ترید صفر تا 100 هستش. خب بچه‌هایی که تازه جوین شدن یا تازه دارن این ویدیو رو نگاه میکنن ممکنه که منو نشناسن و یا ندونن اصلا چه سبکی دارم کار میکنم. یک فلش بک میزنیم به قبل که حالا ما چی کارا کردیم، چه کارایی انجام دادیم، روشمون چجوریه، مدلمون چجوریه. بعدش اینکه قراره توی این سری چی کارا بکنیم و یک توضیح میدم و بعد هم ادامه داستان. اینکه دوستان من این حرکت رو تقریبا 1 سال پیش شروع کردم توی یک بازه‌ای که دلار شده بود 60,000 تومن. اوضاع جامعه خیلی قمر در عقرب بود و اصلا چیز اتفاقای خوبی داشت رخ نمیداد. یعنی برای همین تصمیم گرفتم حالا منم به نوبه خودم بیام یه حرکتی بزنم، یه سری ویدیوهای آموزشی درست بکنم، بذارم توی تلگرام، بذارم توی یوتیوب تا ملت ببینن و استفاده بکنن ازش. کاملا این حرکت خودجوش بوده، کاملا رایگان بوده. همه ویدیوها توی یوتیوب هستش، توی تلگرام هستش، میتونیم ببینینشون. حالا اه، خیلی نمی کنم، خیلی آروم آروم حرف نمیزنم که طولانی بشه ویدیو. سعی میکنم که تون تون صحبت بکنم. توی سری قبلی من اومدم از صفر، یعنی کسی که اصلا نمیدونه بیت کوین چیه، کریپتو چیه، سعی کردم که توی 27 قسمت یک سری مطالبی رو بهش یاد بدم که یک علمی رو در مورد تریدینگ و تحلیل تکنیکال به دست بیاره تا این شخص وقتی میاد چارت رو نگاه میکنه یه چیزایی حالیش بشه. خب که چی به چیه، من اصلا چجوری میتونم تحلیل بکنم. میفهمی چی میگم؟ من کل هدفم همین بود. یک چیزهایی رو به صورت لیمیتد یاد دادم. کسایی که اومدن نگاه کردن دوستانی بودن که حتی چندین بار نگاه کردن به ویدیو. خیلی فیدبک های خوبی گرفتم ازشون و خیلی موثر بود. بعد در کنار این من می اومدم توی دیسکورد جلسه های مثلا یه ساعت 2 ساعته منتورینگ میذاشتم واسه دوستان. هر کی سوالی داشت میپرسید، هر کی مثلا حالا یک مثلا مشکلی داشت اونجا بیان میکرد و اونا رو مثلا پاسخ میدادم و یا مثلا چارت تحلیل میکردم و از اینجور کارا. و حالا کنار این من 2 3 بارم لایف ترید انجام دادم، یعنی به صورت لایف باز کردم و ترید کردم و بقیه هم دیدن. اوکی، این کارا رو انجام دادیم. در کنار این حالا اسپیس هامون بود، توی اسپیس هم با سوال و جواب و فلان و بهمان. همه اینا چی بود؟ همه اینا به صورت کاملا رایگان بود، از کسی یه قرون پول نگرفتم. این یک. دو، ممکنه بپرسین که حالا تو روش چیه و چجوری کار میکنی و چه سبکی کار میکنی. ببین این سوالا خیلی سوالای تکراری هستن واسه من. 1 ساله دارم من این سوالا رو جواب میدم. اگه میخوای جوابش رو بدونی برو از قسمت یک سری قبل ویدیوهای منو نگاه بکن. خب این طرف دیگه قضیه. اینکه چه سبکی داری و فلان و بهمان، ببین من سبک خاصی ندارم، اینو قبلا هم گفتم. من یک سبک شخصی سازی شده دارم از ترکیب تمامی سبکایی که یادشون گرفتم، مثل پرایس اکشن کلاسیک، RTM، ICT، انواع ابزارها مثل ایچیموکو، فیبوناچی، تحلیل کلاسیک، تحلیل مثلا حالا چه میدونم نرمالی که همه انجام میدن. ترکیبی از همه اینا هستش، الیوت، چه میدونم گن ها، چه میدونم بلا بلا بلا. اوکی، همه اینا هستش. همه اینا رو ترکیب کردم، یک روشی به دست آوردم و اون روش رو من توی سری قبل بهتون توضیح دادم. خب کم و بیش یک چیزایی رو توضیح دادم و شما همون ویدیوها رو نگاه بکنین، پشت چارت که میشینین یک آیدیایی توی ذهنتون ایجاد میشه که من قراره چجوری ترید بکنم، قراره اصلا به چیا نگاه بکنم. خب این از این. پس اگر هیچی بلد نیستی، یعنی در مورد تریدینگ هیچ چیزی نمیدونی، توصیه میکنم که بری سری قبل رو نگاه بکنی. حالا یه سری آدم هم هستن که حالا بلدن دیگه، کم و بیش چیزایی میدونن دیگه. نیازی نیست که من بگم چجوری قراره توی صرافی حساب باز کنی و
چجوری توی تریدینگ ویو حساب باز کنی، یا اینا نیاز ندارن. خب اینجا چیکار میکنیم ما اینجا؟ من بهتون توصیه میکنم که شما برین از قسمت حالا 3 4 به بعد، سه تای اولی توضیحاته، از قسمت 4 به بعد ویدیوها رو نگاه بکنیم. اونجا دیگه بیشتر وارد تکنیکال شده. خب فکر کنم به اندازه کافی در مورد اه، گذشته حرف زدم که من چیکارا کردم و چی بود سبکم. حالا نتیجه این کار چی بود؟ ما 1 سال حالا چنل تلگراممون رو داشتیم، چنل یوتیوبمون رو داشتیم، ویدیوهای آموزشی گذاشتم، به سوال بچه ها دونه دونه جواب دادم، منتورینگا رو گذاشتم، اسپیس ها رو گذاشتم، لایف تریدر رو گذاشتم، خیلی کارا کردم که فکر کنم به نوبه خودم، حالا به اون سرکلی که درست کردم، تونستم مفید واقع بشم و یک چیزهایی رو یاد بدم بهشون. خب کسایی که اصلا هیچی نمیدونستم و یا ترید رو خیلی سخت گرفته بودم، به زبون آسون بهشون یک چیزایی رو یاد دادم که میتونن با اونا چیکار بکنن، ترید بکنن. حالا این از این. پس اگر صفری، اگر هیچی نمیدونی، اگر فکر میکنی که خیلی میدونی، هم باز برو ویدیوهایی که اگر ندیدی، ویدیوهایی که قبلا گذاشتم، سری اول گذاشتم 26 27 28 قسمت، دقیق یادم نیست من، اونا رو نگاه بکن. لایف تریدام هم هستش، اونا رو هم نگاه بکن. سوالی داشتی توی چنل تلگرام میتونی بپرسی. و اینکه قبلا حالا ما هر هفته یه بار حداقل برنامه دیسکورد داشتیم، الان حالا نداریم چند وقتیه، چون من یکم تنبل شدم و سر شلوغ بود بابت جریان های. ولی از این به بعد سعی میکنیم که باز دوباره این دیسکورد رو راه بندازیم و دوباره بتونیم با همدیگه چیکار بکنیم، با همدیگه اه، سوال جواب و حالا تحلیل های لایو رو داشته باشیم. حالا توی این سری من میخوام چیکار بکنم. ببین سری قبلی تقریبا نزدیک به 30 تا ویدیو من گذاشتم. خب حالا یه قسمتیش آموزشی بود، یه چند تاش هم لایف ترید و همینجوری چیز بود. تقریبا نزدیک به 30 تا ویدیو من گذاشتم. توی این سری من میخوام چیکار بکنم؟ توی این سری من میخوام براتون ترید بکنم. فقط ترید میکنم، یعنی تحلیل میکنم و ترید میکنم. خب چیزی که توی ذهنمه تقریبا چیزی حدود 10 جلسه، 10 قسمت، من اینجا میخوام که چارت تحلیل بکنم و ترید بکنم و ویدیوهاشو بذارم. و فقط و فقط و فقط از ابزارهایی که در سری قبلی بهتون یادشون دادم، از مدل ها و تکنیک هایی که سری قبل بهتون یادشون دادم، از اون استفاده بکنم. خب این پلن من واسه این سری جدیده. یعنی سری دوم میشه چی؟ تقریبا لایف ترید میشه. اوکی. مثلا یک چارتی هستش، من مثال میزنم، مثلا چه میدونم آنت بی این ایکس، حالا هرچی، مثلا این. خب بی این تی بود فکر کنم، چه قشنگ بود چارتش. کجا رفت؟ بی این ایکس بود فکر کنم. اوکی. خب این مثلا، خب مثلا میخوایم چیکار بکنیم؟ اینو مثلا تحلیلش بکنیم. من میام اینجا تحلیلش میکنم دقیقا به صورت رندوم، یعنی انگار من باز کردم لپتاپمو، سیستم و پشت سیستم نشستم و میخوام که چیکار بکنم؟ ترید بکنم. خب هیچی نمیدونم، هیچ پس زمینه نیستش. از امروز شروع میکنم که به ترید کردم. میام مثلا اینو باز کردم، یکم چارتا رو بررسی میکنم و فلان و بهمان. اینا مثلا یک پوزیشنی باز میکنم یا مثلا یه اوردری میذارم. بعد حالا مثلا توی قسمت بعدی هم نتیجه اینو میبینیم، هم یک ترید جدیدتر شروع میکنیم. فهمیدی چی میگم؟ یعنی اینه قضیه. من میخوام توی این بازه این کارا رو بکنم. 10 جلسه، حالا هر چقدر بشه دیگه، حالا من نمیدونم چون خیلی پلن نمیریزم. این از این. اینم بگم که من نه ویدیوها رو ادیت میکنم، نه کار خاصی انجام میدم، نه افکت میذارم، نه موزیک میذارم، هیچ چیزی نیست. یعنی لپتاپم رو باز میکنم، اسکرین ریکوردر رو باز میکنم و شروع میکنم به ریکورد کردن. هیچ تمرینی، هیچ چیزی هم نیستش. یعنی دقیقا چیزایی که خودم انجام میدم و اینجا بهتون نشون میدم. خب من توی دوره قبلم گفتم، کسایی که ویدیوی سری قبل رو ندیدن، الان اگه بخوام از این چیز شروع کنم، گفتم هدف من اینه که انگار نشستم پیش یک دوستم، میخوام بهش ترید یاد بدم. خب به همون قدر صمیمی و ساده که شما بتونید متوجه بشین. بله منم بلدم کلمای قلمبه سلمبه بزنم، دو پهلو حرف بزنم، گنده گنده حرف بزنم، ولی شما چیزی یاد نمیگیرین.
من سعی میکنم که به ساده ترین شکل یک چیزایی رو بهتون توضیح بدم تا به دردتون بخوره. خب تا بتونین ازش پول در بیارین. کل هدف من اینه که شما بتونین از چیزایی که بهتون یاد میدم پول در بیارین، چون کسی که تریدری که پول در نیاره یعنی تریدر نیستش. خب هر کسی یک وظیفه ای داره دیگه. مثلا مثال میزنم، دکتر هدفش اینه که مثلا عملهای جراحی بدون نقص و ایراد انجام بده، چون اگه ایراد داشته باشه یا یارو میمیره یا یه جایش قطع میشه یا یه جایش فلج میشه. خب اوکی، یعنی داره با جون آدما بازی میکنه. تریدر هم چیه؟ داره با پول بازی میکنه. میفهمی؟ یعنی یا ورشکست میشه یا پول از دست میدی یا بدبخت میشی. اوکی، پس جای هیچ گونه اشتباهی ما اینجا نداریم. اوکی. پس توصیه میکنم اگر ویدیوهای سری قبل رو ندیدید حتما ببینید، چون اگه نبینید الان کارهایی که اینجا میکنم براتون بی‌معنی میشود. فهمیدی چی میگم؟ چون اینجا من توضیح میدم و بک میزنم به حالا مثلا چیزایی که قبلا توضیح دادم، تو اونا رو بلد نباشی الان هم متوجه نمیشی که من دارم چیکار میکنم. اوکی، این از این. اه، گفتم توی سری قبلم گفتم من آدم یکم بیادبی هستم، ممکنه فوش بدم و فلان. حالا تو سری قبلی خیلی چیز کردم، یعنی خیلی رعایت کردم و خیلی چیز نکردم، فوش ندادم، ولی در کل گفتم دیگه. حالا من نمیدونم حالا اینو بچه نگاه میکنه، زن نگاه میکنه، مرد نگاه میکنه دیگه. حالا از دهنم پرید، به بزرگی خودتون ببخشید، اگه نبخشیدم اهمیتی نداره واسه. اه، اوکی. اوکی شروع بکنیم. گفتم الان این جلسه میخوام چیکار بکنم، یه چیزایی رو نگاه کنیم، یه تحلیلایی بکنیم، یه تریدایی انجام بدیم و فلان و بهمان. حالا ما میخوایم روی آلت کوین ها چیز بکنیم، چون من حالا چارتاشون نگاه کردیم توی تایم بالا. من نگاه کردم توی تایم بالا یکم سبز دیده میشن، یعنی خوبه برای خرید بلند مدت. یک آیدیه هایی توی ذهنم هستش براشون. خب نایس. خب حالا از چی شروع میکنیم؟ از این یارو بیت کوین شروع میکنیم، ببینیم که چیکار کرده بیت کوینمون. خب بیت کوینمون رو قبلا چیکار کردیم؟ بررسیش کردیم. اینو ببینم، اینو تا کجا کشیدم؟ اینجا کشیدم. از 79ش برگشته یه هوک، دو هوک، سه هوک، رالی یک، رالی دو. رالی یک و رالی دو ببینیم آیا با هم دیگه یکسانن یا یکسان نیستن. خب این رالی یک منه. خب ببخشید اینجا تقریبا میشه. اوکی، اینجا هم رالی دوی منه. نه، از رالی دوی من ببین خورده به کجا. بله، اینجا بسته، سوزن انداخته پایین داده، بعد اینجا شکسته. خب نایس. همه اینا رو پاک میکنم. این برای من مهمه، این اینسایدره برای من مهمه الان توی بیت کوین. خب این اینسایدر برای من مهمه. یه اینسایدر اینجا داده، اومده اینسایدر رو بوم شکسته به سمت بالا. خب بعد اومده یه اینگالف هم قرمزم اینجا داده، بعد دوباره اینگالف رو به سمت بالا شکسته. اینم میشه چی؟ اینگالف من. خب این اینگالف من، اینو با یک رنگ دیگه نشون میدم. این اینگالف منه. فقط تکنیکالی نگاه میکنم به قضیه ببینم که چی به چیه. خب ببین یه اینگالف اینجا داده به سمت بالا شکسته، ببینم چند درصد اینگالف رو برگشته. 50 به پایینشه یا 50 به بالاش؟ 50 به بالاش برگشته. خوبه، اینجا 50شه، 50 به بالاشو برگشته. یه اینگالف، یه اینسایدر، اینگالف در اینسایدر به بالا شکسته برگشتش داده. چند درصد بادیه اینه؟ خوبه. بام 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 بام. خب اینجا هم یه اینگالف کرده، اینجا هم یه اینگالف کرده. یه 4 ساعته نگاه بکنیمش. بله بله 4 ساعت. بذار یه دیلی دوباره برگردم. دیلی که نگاه میکنم
ترندم چجوریه، یعنی موجهام چجوریه، موجها رو چجوری در نظر میگیرم. موج بزرگ در نظر میگیرم چون اینجوری حرکت کرده، یعنی من اینو از اینجا اینجوری در نظر میگیرم. خب اوکی، اینجوری در نظر میگیرم. اینم از اینجا در نظر بگیرم. و یه حالا سقفم که اینجا داریم، درسته؟ اینجا یه سقف داریم میاد میخوره به کجا؟ اینجا. خب اوکی. خب الان یه اصلاحی که اینجا داده یه اصلاح چند درصدیه؟ یه اصلاح 21%. اندازش چقدر میشه؟ اینقدر میشه. این اصلاح چند درصدیه؟ از اینجا داده به اینجا 12%. اندازش ولی چقدره؟ یک کم پایین تر میتونست بده. این میشه. خب حالا کاری باش نداره. اومده یه پله اینجا ساخته، باز دوباره بالا یه پله اینجا ساخته، باز دوباره بالا. این یکم شبیه فیکاته، کم شبیه فیک هستش، یعنی فیک اینجا یکم. اینجا ناحیه قوی هستش. چهارش رو نگاه بکنیم، بله میبینیم که همون جوری هم هست. برای بیت کوین ببینین اینجاست، نیومد هنوز این سایده رو پر نکرده، به این ناحیه داره واکنش نشون میده. برای بیت کوین ما اینجا یه زون چی داریم؟ یه زون مقاومتی داریم. خب اینجا رو اگر بتونه به سمت بالا بشکنه، برای بیت کوین دارم میگم، یعنی بیاد اینجا تثبیت بده، میریم برای های جدیدتر. اوکی، برای های جدیدتر میریم حرکت داشته باشیم. خب برای های جدیدتر میریم که حرکت داشته باشیم. ولی نه، اگه بیاد پایین تر میگه اینجا رو میاد پر کن، میاد زیر اینو پر کن. خب میاد زیر اینو پر بکن. یعنی عرضم به خدمتتون، من بالا اینو دارم، بالا این توصیه ببنده اینجا رو میگیرم. میشه چند درصد؟ تقریبا 7%. یه پوزیشن اسکلپی میگیرم ازش. پایینو چیکار بکنه؟ بیا زیر آخرین لو ببنده. خب زیر آخرین لو کلوز بده، زیر این خط کلوز بده. خب ببین چی میشه. ببین از اینجا تا اینجا اومده. اینو اینجوری نشون بدم. خب این مقدارش چقدره؟ اینقدر، از این کمتر. این موج اول این همه رفته بالا، موج دوم اگه از اینجا برگرده برفرض اینقدر اومده پایین. از این موج سوم هم زیر این اگر ببنده، یعنی اینجا رو بگیریم، خب یعنی من پوزیشنی که میگیرم برای شورت پوزیشن،
یه همچین چیزی میشه. از اینجا میگیرم، اینجا سوزناش میشه، استاپم میذارم بالای این کلوز میشه، تیپی من میذارم پایین. حالا سش بکنیم اینو که خوشگل دیده بشه، 1/3 بشه. اینجا میذارم، حالا پایین اینم میتونیم بذاریم 1/3. تیپی 9%، استاپ 3%. یه همچین پوزیشنی من میتونم واسش بگیرم. خب از اینجا میذارم. خب در برگشتش ولی شرط داره دیگه، گفتم بیاد این حرکت این موجه بیاد اینجا پایین این ببنده، بعد برگشتی که میده میشه این بر، بعد از اینجا من پوزیشنم رو میگیرم و به سمت پایین حرکتش رو میگیرم. این میشه یه پوزیشن چی؟ یه میشه پوزیشن فیوچرز. خب توی تایمای کوچیک کارش میکنم. اما عرضم به خدمتتون اگر به بالا ببنده چی میشه؟ اینجا رو لانگش میکنم تا بالای این، ببینیم به کدوم سمت میاد حرکتش رو انجام میده دیگه. اوکی، ممکنه یک رنج آره هم اینجا درست بکنه، یعنی بیاد یک رنج آره هایی اینجا درست بکنه. خب احتمالش هستش، یا یه پرچم بده، یا یه پرچم نزولی بده، یعنی یه همچین حرکتی بکنه. خب اینجا بشه پرچمش، یک همچین حرکت هایی بکنه، بعدش دوباره موج دوم رو شروع بکنه. یعنی همه این احتمالات رو ما در نظرمون داریم. یه پوزیشن شورت اینجا واسش تعبیه کردیم، یه پوزیشن لونگ اینجا واسش تعبیه کردیم، دو تا حالت دیگه هم، دو تا سناریوی دیگه هم واسش در نظر گرفتیم. یک سناریوی رنج هستش، اینجا میشه سقفش، اینجا میشه کفش. بالای اینو بگیره شورت میگیریم، لیکویدیتی این شورت میشه، لیکویدیتی این هم لانگ میشه. یک همچین پروسه ای هم واسش در نظر گرفتیم. خب رنج بزنه. خب یه دونه هم که حالا گفتیم سناریوی پرچم رو میتونیم داشته باشیم، یعنی یه همچین حالتی این اینجوری حرکت میتونه بکنه، بعد دوباره یه شورت دیگه. ببین به اندازه این، به اندازه این، باز دوباره مثلا از اینجا بیا چی شورت بشه. میفهمی؟ یه همچین سناریویی هم در نظر میتونیم داشته باشیم. توی این بازه که این داره رنج میزنه، آلت کوین ها میتونن رشد داشته باشن. یک نگاهی هم به توتال بکنم ببینم توتال در چه وضعیتیه. خب توتال 3، توتال 2، توتال مارکت کپ، اینم در چه وضعیتی؟ شبیه چیز حرکت میکنن؟ نزدک حرکت میکنن. نزدک اینجوری حرکت میکرد، یعنی اینجوری هی بالا هی بالا هی بالا. دیلیشو نگاه بکنیم ببینیم در چه وضعیتی. توتال ما ببین، میبینی هنوز از این سقف پایین تره. ولی چیزی که هستش الان به نظر من، حجمی که الان مارکت داره به خاطر نهنگاست، یعنی تریدرهای خورده کار کمتر نسبت به اینجا. یعنی تریدر خورده کار اینجا خیلی بیشتر از اینجا بود توی این تایم. ولی اینجا مثلا ببین اینجا همشونو بوم 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 پولاشون از دستشون گرفتن. خب بعدش یه بالا اینجا شروع شد و اینجا چیز شد. ببینیم اندازه موجای این چجوریه، به چه حالت داره حرکت میکنه. خب بالاتر داد، جا مثل چیز حرکت کردن و چیز بیت کوین حرکت کرد. عرضم به خدمتتون که یه 4 اینم نگاه بکنم. اینم نخورد، دقیقا مثل بیت کوین، تقریبا مثل بیت کوین. اولین لویی که ما داشتیم اینجا بود، اومده ببین اینا مثلا اینجا شکسته، بالاش شده پایینش. دومین لو اینجا بود، اومده بالاش شده
پایینش. این بالا و این بالا یکیه به نظرتون؟ اینو حالا یک کوچولو، اینو این و دقیقا یکیه. خیلی جالب. ببین نه اینجوری نشون بدم بهتر دیده بشه. جالبه. 1 ساعت نشون بدم بهترم دیده میشه. اینجوری جالبه. خب حالا ما کاری نداریم با این بیت کوین. سناریوهامون رو توی ذهنمون ساختیم. یه چند تا آلت کوین نگاه میکنم ببینم چی، حالا پوزیشن های بیت کوین هم اونجا تعبیه کردم. یه چند تا تایم بلند آلت کوین نگاه میکنم که ببینم چی کارشون میکنم. مثلا من اینا رو کاملا رندوم دارم نگاه میکنم. OMG. خب ببین ما همشون میبینیم که یه موج بالا داده، یه اینجا سقف تشکیل داده. خب اینو یک بکنم، یه اینجا سقفی تشکیل داده و از اینجا داره حمایت میشه. خب این مثلا اینجوریه. خب یه دونه دیگرش رو نگاه بکنم، مثلا وان دیلیشو. ببین دقیقا این هم یه همچین حالتیه. خب یه همچین حالتی. خب بعدش چی داریم؟ مثلا رن داریم. بعد آه. مثلا این. خب خب الان کاری که ببین ما اینجا میکنم، مثلا این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنم. ببین این تقریبا از اینجا داره برمیگرده، این مثلا از اینجا مثلا داره میاد پایین ترش. حالا از اینجا یک واکنشی گرفت از زیر این، یک واکنشی گرفت از این ناحیه. خب ببینیم داره چیکار میکنه دیگه. به نظر من الان این ناحیه کلان واسه چیزا هستش، آلت کوین ها هستش، ناحیه مهمیه. یعنی اگر اینجا رو بشکنه باز به سمت پایین میاد اینجا رو بگیره از ما. خب اگه ولی بخوایم بلند مدت براشون نگاه بکنیم، ویکلیش رو نگاه میکنم. من بر فرض مثلا KNC رو نگاه بکنم، ویکلیش رو نگاه میکنم. وقتی ویکلی رو نگاه میکنم واو خیلی چیز جالبی میبینم، خیلی چیز آسون و جالبی میبینم. اینجا رو میبینم یک رنج آریا بود، یک رنج آریا که ببین رفته لیکویدیتی بالا رو گرفته و بوم داره میاد به سمت پایین. 50% این رنج آریا واسه من یک ناحیه حمایتی بلند مدته. خب یعنی میشه کجا؟ میشه اینجا. بلند مدت که میگم یعنی HTF دیگه، های تایم فریم. اینجا. خب اینجا چی میشه؟ یک ناحیه حمایتی بلند مدت واسه من. خب یعنی از اینجا میتونیم چیز بکنیم. از این سمت من چی میبینم؟ اینجا یک کرو خوشگل مشکلم میبینم. یک حالت کروم اینجا من دارم، اینو دارم من. خب بعد ارزم به خدمتتون که ببینیم یه ریزش داشته اینجا، یه ریزش هم اینجا داشته، یه رنج اینجا داشت. خب یه رنج هم اینجا داشت. خب یه رنج هم الان اینجا داره. جالبه. اینجا چیکار کرده؟ ببین اینجا هم بالاشو لیکویدیتی گرفته، اومده کفش داده، بعد چیکار کرده؟ بوم 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 بوم. یعنی به 50% ارزشی قائل نشده. ولی
این بد نیست اینجاش. بیایم دیلیشو نگاه کنیم. همینو دیلیشو نگاه که میکنیم این کروه رو ما جالبترم اینجا میبینیم. میفهمید؟ این کروه اینجا واسه من جالبترم میشه. خب از اینجا برگشت. یه حجمش هم نگاه بکنیم. حجمش هم یه نگاهی بندازیم واسش. بله اینجا میبینیم که بوم 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 چقدر قشنگ حجمش رفته بالا. KNC خوشگل داره دیده میشه. اینجاشو مثلا اینجوری در نظر بگیریم. ببین بیام نزدیکتر بکنم. اوه مای گاد. بیام نزدیکتر بکنم. بر فرض اینو اینجوری بذارم. خب اینم یه همچین حالتی. یه همچین حالتی. خب ببین ما از کجا داریمش؟ از اینجا. یعنی اینجا یه اتفاقی افتاده. اینجا حجم خیلی زیادی ترید شده اینجا. بعد اومده پایین بالا. ببین اینجا سقف‌های یکسان ولی اینجا قیمتمون پایین تره. بعد اومده پایین پایین بعد دوباره اینجا رو داده. سقف‌های یکسان ولی این بالاتر اینو جبران کرده. بعدش اینجا حجمم بالا نگه داشته خودش حجم تریدش. بعد اینجا ترکیده. اینجا ترکیده. یه نگاهی بکنم ببینم این حرکت چند درصدشه. بله 86%. 86ش اومده گرفته. خیلی زیبا خیلی زیبا خیلی قشنگ خیلی قشنگ. یه همچین رالی اینجا داشتیم. یک رالیه به سمت بالا هم من میخوام ازش. یه رالیه به سمت بالا هم میخوام ازش. ولی رالیه ما چند درصدش؟ میخوام بالای 50ش باشه. بایدم باشه. بله به احتمال زیاد هستش که نه هستش. این بده این بده. پایین 50 سوزن انداخته. حجمش هم بالا دیده میشود ولی نباید این سوزن رو مینداخت. این بده. چرا بده؟ برای اینکه سیر نشده مشخصه. یعنی این ریزش سیرش نکرده. اینجا هم یه سوزنی انداخته. سوزن بندازه یعنی میاد کلش هم مصرف میکنه. یکم خطری شد قضیه. از این طرف کروبمون هم اینجا رو داره. یعنی کجا میشه؟ یعنی میشه اینجا. خب من پلنی که واسه این میتونم بریزم برای دیگهش، چون من چی میخوام؟ یک موج دیگه هم میخوام ازش. میفهمی چی میگم؟ یک موج دیگه هم میخوام. اگر ناحیه برگشتیمو من اینجا در نظر بگیرم. اینجا رو داشتم. خب یک موج اومده پایین. موج بعدی خب یه باترفلای فکر کنم اینجا ما داریم. خب این اینجوری نیست البته. یه همچین چیزی. خب اینو میذارم اینجا. نه اینو نمی فکر نمی کنم اینجوری اگه باشه باترفلای که نمیشه ولی یه تونل یه چیز میشه. یه چنل میشه. نه یه چیز از این از اینا. آها از اینا. نه اینا خوشگل نشد. این هم خوشگل نشد. موجاشو بشماریم. موجاشو بشماریم.
چی کار میکنه به نظر شما؟ حجم تریدش بالاست. یه تایم بریم پایین تر ببینیم که چیا میبینیم. یه تایم پایین تر رو که من نگاه میکنم، یک روند صعودی بوم بوم بوم، بعد بالا بالا بالا، پایین بالا، بالاش هم اینگالف کرده. بله چه قشنگم اینگالف کرده، بالاشو اینگالف کرده. استراکچرمون هم که شکسته. این یارو چه بود این؟ چه بود این چیزه؟ این بله change of character اینجا اتفاق افتاده. اینجا هم order بلاکشه، اینجا هم که کندل اینگالف و بعدیش هم اینسایدر نازنینمونه. یه 70-79 از اینجا بکشم میافته به کجا؟ اینجا. زیبا. یعنی همه چی داره آماده میشه که ما به این سمت حرکت بکنیم و بیایم یه لای پایین تر بدیم. استراکچر یعنی اینو نشون میده، ولی اینجوری حرکت نمیکنه. پیچیده تر از این حرف هست. یک فنری داریم رفته بالا اومده پایین، باید یک بیسی بسازه. اینجوری نمیشه، این یه هایی نمیتونه باز دوباره بره بالا، یعنی به این صورت نمیتونه حرکت کنه. فنر بوم، فنر، اینجوری نمیشه، اینجوری خیلی سخته. باید یه بیسی بسازه حداقل. یه حداقل به نظر من ایدئال ترین واسه لانگ پوزیشن چیه؟ میفهمی چیه؟ میدونی؟ ببین اینه به نظر من. ببین اینجا میاد کجا رو میافته؟ اپریل خیلی دور میشه، اپریل دور میشه. به نظر من ایدئال ترینش اینه که بیاد چیکار بکنه؟ بیاد این چیز بده، فلگ بده. ایدئال ترینش اینه به نظر من، فلگ بده، باز دوباره به سمت بالا حرکت بکن. ایدئال ترینش به نظر من اینه. خب حالا پلنی که واسش میریزیم اینه. من الان داره به سمت چی حرکت میکنه؟ داره به سمت اینسایدرش حرکت میکنه. خب خیلی ریسکیه. من اگه $100 پول دارم، اگه میخوام واسه این سپات بخرم، من میام اینجا. الان وارد چیز شده، وارد چیزش شده، این یارو اینسایدرش شده. خب من میام اینجا چیکار میکنم؟ یه لانگ پوزیشن از اینجا میگیرم. خب اگه بیاد اینجا، اینجا بیاد، آره اینجا، یه لانگ پوزیشن از اینجا میگیرم. استاپ که ندارم. تیپیمو میخوام کجا بذارم؟ اگر این حرکت رو در نظر بگیریم، این موجو برای بلند مدت میخوام یک موج دیگه از اینجا بیاد مثلا بگیره. تیپی من میشه اینجا. چند درصد؟ 65% من تیپی میخوام از این پوزیشن. این برای بلند مدت خرید اسپاته، یعنی بدون اهرم دارم کار میکنم. خب یه تیپی 65% من از این میخوام، ولی نقطه ورود اولم اینجا میشه. خب من استاپ هم میذارم کجا؟ اینجا. یه استاپ 50% دارم. خب من میام نقطه اولم یه وین ریت ریسک ریوارد 1 میشه. حالا این اشتباهه، حالا میگم، حالا من اینا رو با هم دیگه کار میکنیم، برنامه ریزی میکنم. ببین من اگه $100 پول دارم، خب برفرض $100 پول دارم، اوکی، $100 پول دارم، میخوام کل ولتم $100 پوله. خب چیزی که من سرمایه گذاری میکنم برای اسپات میشه چقدر از این پولم؟ میشه مثلا $10، یعنی نهایتا $10 از پولم. خب یعنی 10%شو من میام روی یک کوینی سرمایه گذاری میکنم. خب حالا ببین من یه نقطه ورود اینجا میخوام وارد بشم، یه نقطه ورود سمت 50%ش وارد بشم. خب سمت اینجا. خب میفهمی؟ یه نقطه ورودم اگه بیاد مثلا اینجا چیز بکنه وارد بشم، که حالا فکر نمی کنم اینجاها بیاد، ولی ممکنم بیاد، یا هم نه، اصلا سومیو بیخیال بشم. یه نقطه ورودم اینجا بذارم،
پایین تر از این بده ذاتن چی یا هم نه بلند مدت میگیریم دیگه 10% میذاریم چیزی نمیشه. خب الان من $10 کلا روی این سه تا پوزیشن سرمایه گذاری قراره بکنم. خب پولی که من اینجا واردش میشم ببین چقدر میذارم. مارتینگلش بکنم 1 2 4 میشه. چقدر میشه؟ یعنی 2 4 8 2 4 8 میشه چقدر؟ 14 نه بیشتر میشه. 1 و نیم 3 6 چقدر میشه؟ 9 10 آره 1 و نیم 3 6 1 و نیم 3 6 مارتینگل بکنم میشه 1 و نیم 3 6 ولی مارتینگلش نمی کنم. من کاری که میکنم اینه اینجا رو مارتینگل میکنم. خیلی پیچیده میشه توضیح دادنش. اینجا وارد میشم $2 2% کل سرمایه. اینجا وارد میشم $4. خب من $4 دیگه هم دارم. خب وقتی اینجا بینشون فاصلش چقدره؟ میانگین اینجا چقدر؟ نه $4 نزدیک به این میشه دیگه. ببین اینجوری حساب میکنیم. ببین این میشه این باکسه. خب نصف این باکسه چقدر میشه؟ اینجا میشه مثلا. خب نصف پایین ترش نصف یعنی اینجا این ناحیه میشه. اینجا میشه نقطه ورود من میاد میرسه به اینجا. ببین میاد میرسه به اینجا. خب یعنی بین این 2 و 4 میاد میرسه به اینجا نقطه ورودم. به اینجا که رسید نقطه ورودم. خب به اینجا که رسید به اینجا که رسید نقطه ورودم میشه اینجا. خب به اینجا که رسید من کاری که میکنم اینه یعنی پوزیشن من میشه این. خب استاپ هم حالا مثلا یه جای اینجا گذاشتم. از اینجا 60% بالاتر کجا میشه؟ از اینجا اینجا میشه. ببین بذار اینجوری حساب بکنم 50 60 آره ببین این چند بود؟ 65%. اینم 65 بکنم. خب اینجا میشه یعنی بالای اینو در نظر میگیریم حالا. خب بالای اینو در نظر میگیریم. نصف این چقدر میشه؟ 30%ش چقدر میشه؟ اینجا میشه. خب یعنی اگر این بیاد به این شکل حرکت بکنه به بالا اینجا میشه. بیاد به این شکل حرکت بکنه من اینجا $6 الان سرمایه دارم روی این پوزیشن. بیاد به اینجا 30% $6 رو دارم. 30% $6 میشه چقدر؟ میشه $1.80. خب $1.80 من نصفش رو اینجا خارج میشم. فهمیدی چی میگم؟ $1.80 من اینجا خارج میشم. اگر مستقیم بیاد اینو بگیره 60% $2 چقدر میشه؟ $1.20. من اینجا چی رو میگیرم؟ 90 سنت هم اینجا میگیرم. گارانتیش کردم. بعدش بیاد بالا بده اینجا رو بده باز دوباره یه 50%شو خالی میکنم. اگه بیاد اینجا رو هم بده که دیگه الله برکت میگیم. خب یعنی اینجا رو ببخشید اینجا رو تیپ نهایی اولی که مشخص کرده بود الله برکت میگیم و خدا نگهدار. پس فهمیدی دیگه پلن من واسه این چیه. اوکی این یک توضیح بود از نحوه خرید اثبات در آلت کوین ها. بیت کوین هم بررسی کردم براش تومه گذاری کردم ببینیم که در روزهای آینده قراره چی کار بکنه بیت کوین ما. الان این اومده این پایین رو داده. ببین اصلا استراکچرش هم خراب نکرده یعنی های بالاتر نداده کاملا داره به سمت لوی پایین تر حرکت میکنه. لوی پایین رو میده دوباره. ببین موج 1 ببین اینجا فیک بریکاتو زده. موج 1 موج 2 موج 3 بعد مثلا بوم 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 شروع به سمت پایین تر. یعنی اینجا یه دونه پایینش شکل میگیره. خب
این یه سناریو هستش واسه شورت پوزیشن. شورت پوزیشن رو گفتم دیگه، اگه این اتفاق بیفته ما اینجوری شورت پوزیشنش رو میگیریم، اگر نیفتم که دیگه برای حالتهای دیگه هم ما برنامه‌مون رو چیدیم. خب یه چیزم بررسی کردیم KNC رو. KNC بود دیگه، یادتون باشه KNC. خب اینم بررسی کردیم، برای اینم پلن ریختیم ببینیم که چه اتفاقی رخ میفته. پس اینجا ما یک تکنیکال یاد گرفتیم، یک مدیریت سرمایه یاد گرفتیم، همه اینا رو با هم دیگه کامباین کردیم و یک حالتی به وجود آمد. اوکی بس دیگه، خیلی بیشتر از این طولانی نشه، به اندازه کافی طولانی شد. امیدوارم که مفید بوده باشه. این از قسمت اولمون. قسمت های بعدی باز دوباره مفصلتر و سعی میکنیم که بهتر توضیح بدیم. خدا نگهدار.